15. اون مثلا الان قبل 40. اون 15 saat ne be babası? Seni seviyorum. What does that mean? Seni seviyorum. Seni seviyorum. I love you. Seni seviyorum. Thank you. I love you too. I love you. ماما شام درست نکن. ماما شام درست نکن نمیام خونه. 3 سال نمیام بیلبورد مشتی. دافو میبرم بزنه تیروایی. قربون شما سلامت باشین. ماما خوبه، بابا خوبه، چه خبر؟ این خوبه، اون خوبه، حیات خوبه، دافی خوبه، مافی خوبه، پافی خوبه، لافی خوبه، کافی خوبه. بچه‌ها ویدیو رو لایک کنید، کامنت سابسکرایب. همین دیگه. سنگین باشه، ما یکم باید سنگین باشیم. حس می‌کنم زشته دیگه اینقدر داری دست می‌دی. سگ. بریم سراغ ویدیو لایک و کامنت. چاکرزا. به نام پروردگاری که کتاب می‌خواستی تا آخر عمرت بخونی چه کتابی رو می‌خوندی؟ فیلم مردی که قاتل خود را کشت دیدی تو؟ نه. اگه با منی نه. آره دیگه، مردی که قاتل خود را کشت تو ندیدی؟ چیکار داری می‌کنی؟ دوربین مغازه است بگم. زیاد می‌بینم ولیا. چیکار داری می‌کنی؟ چی شلوار قشنگی، باریکلا. خیلی خوشگله. باریکلا. اتفاقا ایرزا هم داره. البته امروز نپوشیدی شلوارکشو. یه شلوارک داره فوق‌العاده عالی. چی گفت؟ گفت پشمام. گفت پس من میرم. میری کجا؟ دیگه شلوارتون رو ست نکردید. آها فهمیدم منظورشه حاجی. فهم. ببین میگه که چون با من ست نکردین من اعصابم خورد میشه میرم. آقا بذار من همین در بیارم. بابات داره زنگ میزنه. بابا. یه دقیقه وایسید باباش بسین که داره میره. خب داشتم میگفتم ایرزا را چیز کنه بده. چه خبر؟ خوبی؟ عینک تو چند خرید؟ عینک چیزه؟ طبیه؟ یعنی ورداری نمیبینی؟ میبینم ولی خب بهتره. چی داری میخوری؟ آب. چقدر لاکچرین شما آبو تو اون میخوریم. ما آبو تو اینا میخوریم. یه دقیقه اجازه چی؟ منم اتفاقا یه دونه بطری دارم میخواستم بیارمش گفتم ما آبو تو میخوریم. یه دونه تازه بطری سسه. در سس؟ نه تو سس؟ دیگه بدترش چری میکنی؟ سس تو سس نمیشه آبریخ، میشه آب سس. بابا تو سس که نمیشه آبریخ. یعنی اینجوری درشو وا میکنی دلپذیر رو اینجوری میریزی تو در. گلوریا سبزا. چی بودی انداختی ای رضا؟ ببین حاجی میگه آب میریزه تو سس. برای چی؟ نمیدونم، میگه من تو جاسوس آب میریزم میخورم. آره انقدر باحال این گلوریا ها. گلوریا مگه گل نبود گلوریا؟ نه این سس تنده. آری کل از این سس هندی کوچیکا تو اون آب بخوری که بزرگش. خلاصه میکنیم تو اشتباه میکنی آبو تو بطری میخوری. اسمتون چیه؟ چی شده؟ کیه؟ آیلار. یعنی ما دختری که مثل ما زیباست. پشمام. چقدر یه کلمه یه معنی گسترده ای داره. گسترده یه اومد. گسترده خوبه گرو میگی حاجی، چون 1% اگه اون نیاد اعدامیم راحت. چه ربطی داشت؟ گرو تو که بذار بگو گسترده. کنستانتین فهمیدی؟ آره. چرا من از اون صندلی ها چراغا ندارم؟ برم بگیرم یوتیوبرشم. باریکلا آره. مثلا این کارو این صندلی رو بگیری. نه همین صندلی سهیل براتون میفرستم. ولش کن سهیل دنیا. از اینا میخوام رنگی. اینم بردارید. اینا ورده. لوحه هم میخوای بده علیرضا جان؟ لوحه چی؟ من میگم ایشون حبیبه شما میگی نه. خود قبل ویدیو یه صحبتایی کردیم با من که گفتی فقط چرا در بطری و در عرق بود. مثلا پنجشنبه است. انشالله. پنجشنبه کجا بودی؟ هفته پیش. حالا اینا رو ولش کن. حالا چند سالته؟ حاجی تو اون داره آب میخوره. ما تو این قهوه میخوریم که نمیریم اون تو آب. مگه تو سس نمیخوردم؟ اون آب سس، این آب معمولی.
نه این آب معمولیه. بچه کجا هم؟ بچه کجایی؟ نه بچه کجا؟ من که نباید بگم. شهرک بنفشه. شهرک بنفشه کجا میشه؟ کنار شهرک سفر قدیما داشتی تو کرج؟ بعد عظیمیه. عظیمیه باریکلا. تا کردان چقدر فاصله داری؟ برام چون من لوکیشن 25 دقیقه 25 خیلی خوبه، خیلی به نظر من کلا یعنی خونتون تو موقعیت مکانی خوبیه. میخواستم از این موضوع آره نمیخوای حرف بزنی؟ من دیگه داداش اینجوری که تو اولش شروع کردی صندلیو دادی. بله حبیب جان آخر عاقبت نداره این کارا. رفیق خودمون جلو دختر نفروشی. فهمیدی؟ ویدیو ریلز منو سگ کردی. آره بفروش دمت گرم. میخوای منم مثلا بهش تحویل بدی به عنوان خرس، به عنوان چیز مثلا کادوی ولنتاین؟ ولنتاینه یا ولنتاینه؟ بگو نگو چیه؟ بگو هر کی بگو تو که ادای عاشقا رو در میاری چرا نمیگی؟ بدبخت لاشی. ولنتاینه یا ولنتاینه؟ اونم تئونه نمیچرخه نمیتونم. الان چطور گفتی تئونه رو؟ فقط ارتودنسی هست. بله ولنتاین تایم آره نه دیگه ریدی داداش. قشنگ معلومه که تو هیچ کی به من کادو نداده تا حالا. هیچ کی کادو نداده؟ تو یکم ویدیو گفتی اتکلان لو رفتی بدبخت. لاشیه این همینه. همه چی میگیره پسشون. خیلی دادم به بقیه. چی به من ندادی؟ اون قرمز من این چیزا رو امروز قاطی میکنم. چه گویی داری می‌خوری؟ این دودو پایین میدم که یوتیوب this is just دود کباب. اوکی درست شد. عینکتون چرا قرمز شما؟ سرم از دور شبیه چراغ قرمز باشم. خنده داری؟ خیلی باحال. یعنی سبز بزنه تو میتونی حمله کنی. الان قرمزه. بعد وایسی. چقدر باحال. حتما یه دوست دختر من پیدا کردم میگم که در شرایط قرمز عینک قرمز بدن، در شرایط سبز عینک سبز. آقا من اصلا یه موضوع دیگه رو میخوام رواج بدم. شما میرین دوره همی، خواهش میکنم الکی عینک قرمز نزنید. الکی دوره همی نمیرم واقعا. من کلا دارم میگم شما رو که نمیگم. واقعا براتون متاسفم. من موقعیت خونه شما رو داشتن کلا کردان بودم. 20 دقیقه. خب این عین تو لاشی نیست داداش. بچهای کرج کردان نمیرن. کجا میرن؟ میرن لباسون. از کرج ما میشم میرن فشم. از کرج ما میشیم میری فشم. آره اونجا بچه. اونجا چی؟ کردان دلمون رو زده. کردان دلمون رو زده. این همونی بود که هیجه نمیرفت ها؟ نه خب با خانواده. به خدا با خانواده. اگه تو از کردان بخوای پاشی بری تا فشم بی خانواده میشی، میندازن بیرون. عصبشون خورد میشه. خیلی ترافیکه. بلش کن. ولی بیاین. فشم ویلا دارین؟ نه مانی میگیریم. با خانواده میگیرید؟ من داشتم به موضوعی فکر کردم. خب این که دخترها تو هم گوش بده. دخترها بابا نکش حیوان. لیمیت میخوریم گابی. ببین دخترها میگن کف دست پسر باید گنده باشه. بله. میگن باید شاستی داشته باشه. بله. میگن قدش باید بلند باشه. ماش خیلی باید پر باشه. بیا اینو بگوش به چت. الان قد یه پسر اندازه باشه به نظر من هیچ مشکلی نداره. نه بس خیلی بلندتر. چرا مهمه؟ اندازه باشه که دیگه اوکیه. فردا پس فردا میخوام مهمونی جایی حداقل باید 17 سانت بلندتر باشه به نظر من. یه پاشنه دارم به پوشی 17 سانت نیستش. اون 17 اون راحت 40 سانته اونی که داری. بیشتر 60 70. 15. اون مثلا الان قبل رو 40. اون 15 سانت نمیه بابا. 15 سانت اینقدر. آقا اینقدر. تو دوره همین بابا نکشین انو داداش. نکش میمیری. و جمعت کن.
داشتم میگفت چه چیزی نمیگی؟ ها چرا چی نمیگی؟ خیلی پسر ساکتی نشدم. آره حس میکنم پسر ساکتی بشم بچه‌ها بالاخره میفهمن که من خیلی مظلومم، که اون گلی که همیشه توی یوتیوب تو لاشی که داری جلوه منو خراب میکنی جلوی دختران سرزمین. همه رو جمع بزن. دختران سرزمینم. دخترا ویدیو یوتیوب میگیرید دیگه. چیکار کنم الان پسر جلوی من بود من راجع به دورهمی باش حرف بزنم عزیزم، من راجع به دوست دخترش حرف بزنم، راجع به چی حرف بزنم؟ شما من بگو اصلا پسر جلوم بود. خب پسر کنارم هستی که چه فایده بندازم جلو؟ میخوای اصلا برو گوش بده بابات. پاشو برو گوش بده بابات، اصلا نخواستی. پاشو. کسی خونه نیست. چه خوش گفت سهراب سپهری. باریکلا. یه دقیقه شرک بنفشه جو کار نداشتی؟ خدا بیامرزه. خدا بیامرزه. سالا رو الان فکر کنید شما توی دوره همی به طور مثال در کردان 20 دقیقه‌ای منزلتون هستید. یک پسری چه حرکتی بزنه کنسله توی اون دوره همی؟ بستگی داره باشه چه پسری باشه. مثلا اگه من باشم چی کار کنه کنسله؟ چه گوهی بخوره اون پسر؟ تو میگی خاک دوست بازی بعد یعنی چی خانم؟ نه اصلا یهو پاشه بره رو هم یا نباید استفاده مثلا پاشه بره بشینه رو پای آیلا. چرا باید این کارو کنه؟ بعد مسوازیه دیگه. یا مثلا صندلی آیلا رو برداره بگه جا نیست آیلا جان شما باید من پا میشم بشینی جای من. آدما نباید از خودشون خارج شن. باریکلا بهترین نکته رو عرض کردی شما. اصلا نکته جالبی نبود. چته تو هر چی میگه آره مهمونی بره کنسله. باریکلا خاک تو سرتون بچه‌ها نرید مهمونی واقعا درتون متاسفم. میرید منم دعوت کنید که چرا نگید. خب چه رفتن چه نوع لباسی آیلار جان باید تو اون دوره همی پوشید به نظر شما؟ آیلار جان بستگی داره چقدر تو امروز داری بعد با من چیزی نگفتم فقط یکم کنجکاو شدم گفتی آیلار جان. چه دوره همی باشه؟ خب یه دوره همی غیر خانوادگی رسمی نباشه. پسری که رسمی بپوشه کنه. نه شما باید دخترهای اون مجلس تا چه حد پوشش میتوانند داشته باشه؟ چرا کوکر میگی؟ دختر که داداش هر چی می‌خواسته نپوشه مهم نی. نه مهمه خاک تو سرت میذاره مهمه. حواسم نبود. به نفع شما. به نفع ما اصلا همچین جاهایی نمیریم خانم. قیافه ما 24 ما در حال کار کردنیم، در حال پیشرفتیم. خاک تو سر علیرضا. این میره این بیشتر میره من هی میمونم خونه هی کار میکنم خاک تو سرش. واقعا اگه سهیل یه جایی بگیره عجب ایبونیه. من حالا جای منظورش اینه که اتاق فراری جایی بگیره و شهر بازی و اینا منظورش بود. و اینا یه وقت فکر نکنیم ما ویلای کردانی جایی بخوایم بگیریم و اینا نه. ویلا فقط کردان دوست داری نه؟ دوست داریم نه چون ما باشه بالش بذار. بالش چرا خیسه؟ شوخی کردم چرا نگاه کردی؟ بله داشتم میگفتم. داشتی میخوری ببینید ما رو میبینید میرینید. میرینید نه اصلا بعده به خودمون میذاریم اینجوری. من نمیتونستم. دیدی تو ویلا عکس میگیرن؟ نه اشتباه شد. پسری که جلوتون هست خب چرا من اینطوری شدم نمیتونی حرف بزنی؟ تموم شد یاره؟ تموم شد. نه ببین حس می‌کنم یه چیزی میخوای بگی به خودت ربط بدی. خب میخوای خودتو خوبه کنی منو دوره بده کنی چون اوایلش همیشه اینجوری ریپ میزنی. ولی یه هوش رو میکنی. باشه داشت بفرمایید. داشبورد من. بله ببینید 50 بار گفت ببین. چرا نگو؟ الان فکر کنید شما توی دوره همی هستید یه پسری جلوتونه. چرا اون نگاه میکنی؟ این بری من بری میکنم پسر مخم بزنه دیگه. خب همین رو میخواستم بگم چه جوری به اون نخ میدی که تو بیا مخ منو بزن؟ مثلا تو نزن. من پسره اسکل با اون نیست. با اون نمیاد. نمیدونم چرا پسره که کلا میدونم هیچکی ازش خوشش نمیاد.
اینو کن بذار من یه قانونی رو بهت بگم داداش تو دارم. خب اینو کن، شما اصلا نباید بگی که من تو خوشم میاد نمیدونم دوست پسر داری نداری، فقط باید بگی بخند. هی میخندی هی میخنده هی میخنده. اتفاقا پسره هی که میخندی. میخندن خوشم نمیاد. نه پسر میخنده چیه؟ پسر بگه همینجوری رفاقتی با هم دیگه دور هم دیگه نشستیم میخنده یه اون خواهی چویسه شده واقعا کنه میدونه. ولی پسری زرنگه که نفهمی کی داریم باشن. بیراهه میگیم. من الان یه متوجه. آره من میگم بیا از این یهو میبینی میخوای ازدواج کنی. این نبود. Kaç yaşındasın? 18. Wait, my friend, English very bad. Me too. Me too. All too. İranlı rapçileri tanıyor musun? رپرای ایرانی رو میشناسی؟ Do you know Persian rapper? Do you know? Yes. دیگه درسته. Persian rapper. آرتا، کوروش ونتونز، رضا پیشرو. اون یکی چه؟ I don't understand you. Do you know Eminem? Yes. Good. Eminem is my brother. Ah. Cool. Wait, I play. You live in Istanbul or Ankara? No, I live in Şanlıurfa. Shandiz. Urfa. Wait, do you know? Who is she? İyi parayı Who ödemeniz is she? gerekiyor. تهیه رو بگی. She's my friend, best friend. Best friend, very good. باریکلا. He is my best friend. Yes. Best friend, your best friend, and my best friend is couple friend. Couple, best couple. اشکری؟ جوشتون دادم اونو. Please بگو بیاد چی میشه؟ Say come. بگو بیاد. اشکری. Come here. تو ده پنجم ما به اشتباه کردم. نگاه کنه تو اومده. Hello, my friend. Brother, please escape. Küfür ettiler. Thank you. I have a question. Ne zamandır bir ilişkiniz var? Relationship. باریکلا. No. باریکلا. We are stopped. Good. How old your friend? She's 18. 18, very nice. My friend is 20. 20 no. 22. 22. Me 24. 26. No, 26. Where are you from? I'm from Iran, but we will travel to Istanbul. بیبیل از کجا در آوردی؟ چی؟ ما خواهیم سفر کرد به استانبول. باریکلا. Yes. İlişkinin kriterleri nelerdir? معیاراتون از رابطه چیزی؟ دست داده باشیم. برادران هزار گفتم باشگاه میرم خوشم نمیاد. What's your name? My name is Elif. My name is Naz. Elias so nice. Elias. Elif. Elif Yes, Elif. and Nas. Yes. حاجی ناس میدونی چیه که؟ نه. ناس میریزن تو چای. Türkiye'nin neresindesiniz? گفت دیگه. کجا؟ We are living Şanlıurfa. شون فون. Urfa. Şanlıurfa. Urfa. But I'm living. She will live in Istanbul. نایس برو ترکیه. اسکل حیف خوبه ما داریم تو ایران. چرا داری چیز میکنی؟ چی؟
wait please چی اینستاگرام پلیز اینستاگرام آیدی رو میخوام بهش بدم. I send انگلیش تیچر تو باش. My English teacher very stupid. اینستاگرام سنده. Please search my Instagram. باریکلا. I don't have Instagram. Viber do you have? You haven't Line. Instagram? Yeah. Why? سرتون. And your friend? No. Do you have Telegram? No. Do you have phone? No. No, very good. My friend is very famous in Do my you have country. 6,000 One. I have Instagram. Ay laşi. Seni seviyorum. What does that mean? Seni seviyorum. Seni seviyorum. I love you. Seni seviyorum. Thank you. I love you too. I love you. اشکری بچه ترکی هم رفیقی شما تو ترکیه داری؟ من لوکیشنم اشتباهه در واقع. من قبرس زندگی میکنم. پشمام حاجی. سوغاتی قبرس چیه؟ مهم باری که اتفاق بیفته حاجی. چرا همه قبرس هم حاجی؟ قبرس ایرانی زیاد داره نه؟ حاجی اون دوست دختره چی شد تو قبرس؟ عجب خیلی خرابه حاجی. نه قبرس داداش یه آخر هفته برنامه‌ای داریم تو یه درخواستی اما داشتی دیگه. شما بمون پیش علی مستر باشه. اینم مستری مستره تازه. میگم که تو قبرس رفیق داری؟ آره خیلی. بالا 18 سال داری؟ نه. نداری. ولش. ازش دوست پسرم داری اونجا؟ داشتم. آخه چند سالت؟ نه نمیخواد. آره مهم نیست. نه مهم نمیخوام. اکست یا نکست؟ یس. اینجا یهو دیدم توی کار. بی سوالا رو سریع بپرسم. باشه دست بردار. سریع جواب بدی یا سریع. اوکی 1 2 3 برو. اکست یا نکست؟ نکست. در حال حاضر چه کسی کراشته؟ سریع. نمیدونم اسم یارو رو. من نمیدونم بعد بگی بدو. فیلم فارد چه میدونم. اوکی تا حالا شده یه دوستی از دست رفته و پشیمون باشی که تموم شده؟ بدو. آره. استرس بده بهش. استرس بده. در میان اطرافیانت چه کسی تو رو بیشتر از همه میشناسه؟ تو رو چجوری توصیف میکنه؟ بدو. دوست صمیمی. توی خواستگاری وقتی که میری تو اتاق که حرف بزنین از طرف مقابل چی میخوای؟ تا حالا توی بازی تقلب کردی؟ آره. خاک تو سرت. تا حالا دزدکی از کراش تکس گرفتی؟ تا دلت بخواد. واقعا که به کدوم از دوستات تا حالا گفتی 2 ست دارم؟ داخل یک کیپی بودیم من بهش گفتم خوشم میاد. بزرگترین رد فلگت واسه پارتنرت؟ دوست صمیمی دختر داشته باشه. گفت خورده. چی شده؟ گفت دوست صمیمی دختر داشته باشه یعنی اوکی؟ نه گفت خورده داشته باشه. کدوم خواننده رپ رو دوست داری؟ کدوم خواننده رپ؟ رضا پیشرو. نظر شما در مورد این بادی اسفلش چیه؟ خیلی خوشبه. اگه گیره یه قاتل بیفتی ترجیح میدی چطور خلاصت کنه؟ با تیر. وایسا. چه میدونم یه دونه مش بخوابونم دماغم بشکنه بعدش یه دونه مش بزن تو دوباره بزن تو فکم بشکنه خیلی راحت نمیرم. بعد از اگه بالای پنجره باشم از بالا پنجره پرتم کنه پایین خیلی راحت میریم. یا اینکه قاتل چیز باشه سریالی باشه خیلی قشنگ میشه. بله
ولی قبل من سوالم همینه. داشبورد بی تربیت دیگه. من عذرخواهی میکنم. یه مدت میرفت تیاریک زد عقیم شد. آی بهش بخندیم حالش امروز خیلی خنده. بیار که یه چیز زدی تست میکنن. کجا بیایم؟ ما چرا جمع میبندی؟ این داره اینجوری حرف میزنه. خانم محترم چرا قاطی من میکنی؟ خانم محترم اشکری؟ جنتلمن شدم.